هر مردی که تا حالا مو بلند کرده قطعاً واسه یه بازه این درد تلخ رو چشیده. اولش کلی رویا پردازی میکنی که وای چه موهای قشنگی قراره داشته باشم. ولی یه ماه که میگذره جلوی آینه به خودت میگی این چه غلطی بود که کردم آخه. نه کوتاهه نه بلند. یه چیز بینابینی که آدم دلش میخواد ماشین اصلاحو برداره و همشو از ته بزنه. ولی نگران نباش. یه نقشه راه خوب برات دارم که بتونی بدون تجربه این درد از موی کوتاه برسی به موهای بلند و جذاب. اول از همه تعیین هدف. اول از همه باید بدونی دقیقاً چی میخوای. مثلا میخوای موهات مثل جیسون موموا وحشی و بلند بشه یا مثل لئوناردو دیکاپریو شیک و مرتب. این هدف گذاری خیلی مهمه چون مسیرتو مشخص میکنه. یه آرایشگر حرفه‌ای میتونه تو این راه کمکت کنه. مثلا اگه مدل دیکاپریو مد نظرته ممکنه یه مدل آندرکات خاص رو بهت پیشنهاد بده. اول کار سرت عین این توپای تنیس پرزدار میشه. ولی عیبی نداره. فعلا باش کنار بیا. موها هر ماه 1 سانت رشد میکنن و تقریباً 1 سال طول میکشه تا به اون چیزی که میخوای برسی. پس صبور باش. به قول معروف این یه ماراتونه نه 200 متر. ماهای اول. تو ماهای اول که موهات کوتاهه بهترین فرصته که از پوست سرت مراقبت کنی. مثل این میمونه که داری زمین رو برای کاشت آماده میکنی. لایه برداری ملایم پوست‌های مرده رو پاک میکنه. روغن رزماری ریشه ها رو تقویت میکنه. غذاهای غنی از پروتئین مثل تخم مرغ هم میشن بهترین دوست موهات. تو این مرحله فقط مو بلند نمی‌کنی، بلکه داری پتانسیلش رو مهندسی می‌کنی. حالا نکته اصلی ماجرا که بیشتر پسرا جا میندازن اینه. بلندترین موی جلوی سرت رو در نظر بگیر. این تارمو نشون میده که چقدر میتونیم موهامون رو مرتب و کوتاه کنیم بدون اینکه بلندی کلی موها رو خراب کنیم. اگه این تارمو رو به کنار بخوابونی، هر چیزی که پایین‌تر ازش باشه رو میتونی کوتاه و تمیز کنی. اینجوری میتونی از قارچی شکل شدن موهات جلوگیری کنی. هر 2 ماه که گذشت برو یه اصلاح سبک بکن. نه اینکه خیلی کوتاه کنی فقط در حد مرتب شدن. تو 3-4 ماه میتونی موهاتو از کنار فرق بگیری که شکل بهتری بگیره. 6 ماه که بگذره دیگه موهات حسابی فرم گرفته و میتونی باهاش حال کنی. نگهداری. و اما نکته آخر. خیلی از مردها فکر میکنن بلند کردن مو سخته. ولی باید بدونین که نگهداریش از همه چی سخت‌تره. باید کلی چیزا یاد بگیری. روغنای مخصوص، ماسک مو، روش درست شستن. پروسش مثل مراقبت از پوست میمونه. ولی در نهایت ارزشش رو داره. مرسی که تماشا کردی. واسه یه ویدیوهای بیشتر این کانال رو سابسکرایب داشته باش.